بینندگان و شنوندگان عزیز، سلام. اسم من پگاهه و در دومین جلسه از سری آموزشی آموزش فال تاروت در خدمتتون هستم. امروز قراره دیگه آموزش های دونه به دونه کارت هامون رو شروع بکنیم و اولین کارتی که من میخوام در موردش صحبت بکنم اولین کارت از سری کارت های تاروت یعنی کارت ابله هستش یا The Fool. کارت ابله یا The Fool اولین چیزی که باید در موردش بدونیم این هستش که جزء دسته کارت های تاروت کبیر هستش و شماره این کارت 0 هست. در ویدیو قبلی من گفته بودم که شماره کارت های تاروت کبیر لزوما درج نمیشه روی کارت، برای همین در سری کارت های مختلف ممکنه که شما این عدد 0 رو ببینید، ممکن هم هست که نبینید، اما اسم The Fool یا همون ابله رو حتما میبینید روی کارت، چون کارت های تاروت کبیر حتما اسامیشون روشون نوشته میشه. خب حالا ما برای اینکه بدونیم که این کارت چه معانی پیدا میکنه بریم که دونه دونه عناصر کارت ابله رو با همدیگه بررسی کنیم. بولد ترین چیزی که ما توی این کارت میبینیم و توی تمام نسخه های تاروت حتما همچین چیزی وجود داره، آدمی هست که داره قدم بر جایی میذاره که ثبات نداره و در واقع زمین مسطح نیست، قدم به جایی میذاره که یه جورای هوا به حساب میاد و این آدم لباس نامتعارفی پوشیده و در بسیاری از نسخه ها بخچه‌ای رو هم پشتش داره، حالا کوله باری رو همراهش داره. در نسخه‌ای که من دارم همونطوری که میبینین بر اساس سری رایدر وایت هستش این نسخه. خورشید رو هم در بسیاری از نسخه ها میبینیم که خب معانی خودش رو داره. خب اولین معنی که کارت ابله داره و به ما القا میکنه با افتادنش شروع هستش. در واقع چون شماره این کارت 0 هست و خودش شروع کننده سری کارت های تاروته، وقتی که میفته به معنی شروع و سرآغاز مسیری جدید در زندگی هست. این حالا هم میتونه به معنی واقعی سفر باشه، هم میتونه به معنی بخشی از زندگی باشه، دوره جدیدی در زندگی باشه. به هر حال که اولین معنی این کارت شروع تازه هستش. حالا این شروع یه سری شرایطی داره. اولین چیز این هستش که نباید بیگدار به آب زد، باید جوانب رو در نظر گرفت و با در نظر گرفتن جوانب این شروع انجام بشه. باید با آگاهی و درایت انجام بشه قدم گذاشتن به این مسیر تازه در واقع. و حالا از دونه دونه عناصری که توی این کارت داریم ما میتونیم دریافت بکنیم که اولا شخصی که کارت براش میفته یا خودش کسی هست که نظرات دیگران براش مهم نیست و در واقع دیگران رو اصلا در نظر نمیگیره و یا تاروت بهش توصیه میکنه که اینطوری باشه که طبق اندیشه و نظر خودش پیش بره و نظرات دیگران رو کلا نشنیده بگیره. دو، این که خب میگم براش سفر دیده میشه، مسیر تازه دیده میشه و برای همینه که کوله باری همراه خودش داره. 3، این که اگر توی این کارت تو سری کارت هاتون سگ هست هم میتونه به معنی وفاداری باشه که یعنی شخصی در این مسیر باهاش همراه میشه که بهش وفادار هست و بسیار خوبه براش، و یا به معنی محافظت که اینجا به این معنی هست که این آدم در این مسیر تازه باید بسیار از خودش محافظت بکنه. و در نهایت خورشید هم میتونه به معنی همون روشنبینی و درایت و لزوم احتیاج به اینها باشه، هم میتونه به معنی انرژی مثبت باشه و برای همینه که این کارت وقتی که صاف بیفته کلا کارت مثبتی هستش و خودش هم انرژی بسیار بالایی داره. انرژی بسیار بالایی رو هم میتونه در فال مشتری ایجاد بکنه. حالا اگر که این کارت برعکس بیفته به چه معنی هست؟ همونطوری که میدونید کارت های تاروت درست افتادن و برعکس افتادنشون توی معنی هاشون تفاوت ایجاد میکنه.
کارت ابله اگر که برعکس بیفته دقیقاً معنای ابله خودش رو حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی شخصی که داره وارد مسیر تازه میشه داره با ناآگاهی و احمقانه تصمیم میگیره و تاروت اینجا با برعکس انداختن این کارت بهش هشدار میده که بیشتر فکر بکنه، بیشتر جوانب رو در نظر بگیره و بیگدار به آب نزنه. مورد بعدی چیه؟ اینکه قدم گذاشتن در این مسیر لزوما ممکنه ثباتی همراهش نباشه. پس دوباره به مشتری توصیه میشه که بیشتر جوانب رو در نظر بگیره، در مورد تصمیم گیریش فکر بکنه و تضمین بکنه ثباتش رو در مسیری که میخواد توش قدم بذاره که بعد با نامتعادل شدن راه پشیمون نشه وسطای راه. خب در نتیجه معنی برعکس کارت هم به این شکل هستش. من سعی کردم که توی این ویدیو کامل توضیح بدم عناصری که توی کارت هستن رو و همچنین هم معنی درست افتادنش رو گفتم، هم معنی برعکس افتادنش. معانی دیگه هم هستن که کم رنگ ترن، میشه از این کارت برداشت بشن، اما به شرط اینکه این کارت در کنار کارت های خاص دیگه بیفته. بعد از اینکه دونه دونه کارت ها رو به این شکل بررسی کردیم، من چند کارت رو در کنار هم قرار میدم و اونجا با هم ارتباط معانی رو بررسی خواهیم کرد. به پایان این جلسه از سری ویدیوهای آموزشی آموزش فال تاروت رسیدیم. امیدوارم که راضی بوده باشید. منتظر قسمت سوم این مجموعه باشید و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو روشن کنید. خیلی دوستتون دارم. شب و روزتون پر نور و خدا نگهدار.